الله سلام سلام. به به. شهر 2 نفر شم هستی رو اینجا تیار کرده. کنم سلام علیک کردم شما. سید بابا اشتنی خودی کاربار خوب وضعیت ها خوبه. هی خودتونو سیدو میشنوی؟ سیدو بدتر با خودتونو گپ بزن و بگو. بله بابا جان، بله. خب گفتین کی مرده؟ چیکار شده؟ کی بوده؟ بابا خدا بیامرز تو مرده بودم 40 سال پیش. ایتا نه چه ایتا مرده عروس از زندگی خودی از این نرتر بوغ رزی هستی یا نه؟ میگم عروس خودتونو میشنوه؟ بله چشم من میام. خدایا خود تو رم کو حال می میگم دختر حافظ بیدالله میشنوی چی میگم؟ چلنجگاهش که بهش خونیه هم بولو که گنس جمع شدیم. آهو چیه بابا جان چرا داده بیداد میکنه؟ راست میگه بابا جان، چی گپه؟ ما که چیزی نگفتیم. خب مشکل من همینه که چیزی نمیگم شما 1 ساعت همینجا من خود خواهی میگم میشنم خود بلغور میکنم هیچ که به هیچ که نیه اصلا نه انگار که یک کلونتر همینجا شیشه یک بزرگتر یک ریش سفیدی برحال اصلا یک آدم همینجا شیشتیه کلا شما هم تا همین لامستوای فرت میریم بالا فرت میایم پی. خب بابا جان مشکل چیه؟ آخه مشکل من اینه که شما هم تعمیل پسمرگاهی درگیر موبایل ها خونید. من اینجا بیام مرد رشته بده پیار شما رو به حساب نیست سلام نی علیکی هوش و ایمون اثر شما موبایل ها برده خاموش کنه 2 دقیقه من لامستوار بگذاره که پیاله چای کلا اقل خودی هم بخوریم. بابا جان شما بگین. بفرمایید. مثلا یک کلونتر به می خونه میاد شما باید احترام داشته باشین. ببین اولادا منین 1-2 دقیقه خود شما صحبت کنو هر شما هم تایم موبایلایم تل بره بالا بیا پی بعد ما دیگه شهر ما خوب چیزیه خودم خجالت میکشم خدا به شما بگه اولاد ما وقتی بود پیار مگه در خونه دیر ما میتونم تایت نیستم از کار بره که بجنه صاحب منصب استاد میشودیم من بیان تو خبر نشدی همین کلی قنده بودم تو کدوم خبر نشدی چی وضعه؟ خب بابا جان خدا خواهر سوریه چت میکردم. خب بابا جان من خودی همین قفول بچه عبدالله چت میکردم سبا خندسوری بچه اونه ما هم دعوت کرده خودی از او گپ میزدم. یعنی شما به خاطر 2 کلمه گپ اینقدر خود مصروف از درگیر از موبایل ها میکنیم 4 ساعته که شما به اکسره چسبیدیم ببینا خودمون در قبل از من چقدر اونجا بودیم به جای از که تا از اینا باشین عدل وقت مثل بچی آدم بریم مقاوم کشاخ یک خبر بگیریم یا لااقل یک زنگ بزنه به 2 دقیقه پا خور بگیم آخه چی کاریه که یک زنه به تایم موبایل هاییم چکو باز برد فیتا به تایم موبایل ها تحولا هی خدا فکر کنم از دست برفتم میدونم انشالله چند وقت دیگه خودم فراموش میکنم از هم میترسم او که رفتیم تیری بزیمی اولاد داری خیلی زنبی شدن خدای رسی
سیدم پیر تو کجا رفت؟ سیدو کجا رفت پیر تو؟ نه چون حالا کار داشته دیگه برفتم مثلا. اشتی بی فرهنگی هم بوده یک خدافیزی نکرد.